زاد مبارک، زاد روزت مبارک. اولین گفتاری ما باشد سلام، بعد از آن آغاز می یابد کلام. ای روزدار ای روزدار، روزت بخیر شامت بخیر. ای عاشق پروردگار، روزت بخیر شامت بخیر. در خدمت پروردگار دورت نبینم یک نفس. ای امتی با ننگ و عار، روزت بخیر شامت بخیر. السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه‌های تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن سربلند و سرفرازم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو مهمان کاشانه‌های پرفیض شماییم. در این شام زیبا، در این لحظه‌های فرح بخش ماه شریف رمضان، در این روزهای بهاری پیام و درود میگوییم. آن نفرانی که در این سنه جشن زادروزی و یا دیگر سنه‌های فرح بخش حیاتی را جشن میگیرند، نخست ما کارمندان صدا و سیمای شهری پنجکند تبریک و شاد باش میگوییم. ای حسن بهار زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک. خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. بینندگان عزیز، این لحظه ما مرتبان برنامه چمن آرزو راه پیش میگیریم به شهری پنجکند، به خاندان یک نفر برادری ارجمند سرباز که این شام گلدختر زیبایشان شکرانه جان جشن زادروزی دارند. شکرانه نسیمووا که امروز 1 ساله می شوند. ما خواستیم از نزدیک به تبریکات و تمنیات شکرانه جان میسر بشویم و این لحظه می رویم به خاندان ایشان. ما را پیگیری نمایید. السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، ما مرتبان برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو حالا راه پیش میگیریم به خاندان برادر عزیز سرباز که این شام گلدختر نازنین و زیبایشان شکرانه بانو جشن زادروزی دارند. اسماعیل جان بیایید میرویم تا به تبریکات شکرانه بانو مشرف میشویم. حالا میرویم به سیخ قنادی 777. از آنجا یک کلچه‌قند فرمایشی را میگیریم و راه پیش میگیریم به خاندان صاحب جشن شکرانه جان. رفتیم. بینندگان عزیز، اینک ما آمدیم به سیخ قنادی 777 و حالا کلچه‌قند فرمایشی را میگیریم و میرویم به خانه صاحب جشن که شکرانه بانو و اهل بیت ایشان ما را انتظارند. بینندگان عزیز، از روی سراغه گفته‌شان ما آمدیم به خاندان برادر عزیز سرباز.
باید بگوییم که اینجا شهر پنجکент است و ما حالا وارد میشویم به خاندان شکرانه بانو. اما میدانید چی؟ از آمدن ما صاحب خانه خبر ندارد. تنها ما سراغه درشان را گرفتیم و حالا وارد میشویم. اینجا خانه شکرانه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، اینک ما آمدیم به خاندان صاحب جشن شکرانه جان. شکرانه بانو امروز 1 ساله شدن، مبارک باشد. این تحفه ها از نام والدینشان به شکرانه جان. شکرانه بانو، 1 سالگی تو را بدیدیم، شاد باش. 100 سالگی تو را ببینیم، ای کاش. زادروز مبارک باشد که به 100مین بهار عمرشان برسند. ما باز هم بیاییم شاد باششان بگوییم مولود مبارک باشد. بیننده های عزیز، البته ما اینجا با درخواست و طلب پدر صاحب جشن برادر عزیز سرباز اینجا آمدیم و حالا برادر ارجمند ما در فدراسیون روسیه قرار دارند و میخواهند گلدختر زیبایشان شکرانه جان را تبریک و شاد باش بگویند. زبان پدر جانشان میگوییم که شکرانه جان شیرین همیشه گلفشان باشی، به آن حسن و به آن عقل رسا کوکب نشان باشی. خدایارت همیشه باشد و پیران مددگارت، نبینی ذره غم را عزیز مردمان باشی. زادروز مبارک باشد. این تبریکات از نام پدر جانتان. با چنین تمنیات و تبریکات های زیبا، با چنین تمنیات های خوش و خاطرمان، شکرانه جان شما را به مناسبت جشن زادروزیتان با بهار 1 سالگی عمرتان تبریکات یکچند نزدیکان و پیوندانتان را به سمتان میرسانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق و حرمتی لا اله الا الله محمد عبده و رسوله کشایش کارتد خداوند کریم فرزندی به خاصیت شوید، نامبرداری پدر بابا بیبی و اهل تاجیکستان شوید. بگذار 100 ساله شوید و بعد از آن پیر نشوید. شکرانه عزیزمان را با فرارسی 1 سالگرد عمرش سیمانه از تحت دل مبارکباد میگویم. به او تن صحت و خاطر جان و دل بیغم را آرزو دارم. همیشه نامبرداری پدر و مادر باشه. سرت سبز و رخت زیبا، وجودت بی‌بلا بادا، به هر کجای قدم مانی نگهبانت خدا بادا. بهترین تمنیات ها بود. خب بیبی جانشان شما چی تمنیات داره؟ شکرانه جان عزیز، شیرینچه که مهربانی من شما را امروز 1 سالگی با 1 سالگیتان که امروز شما را زادروز دارید، از نام همه بازاربدگی ها، از نام خویشاوندا، از نام خودم تبریک و تهنیت میخواهم که 100 ساله شوید. دختر جان امروز برای ما زادروزی 1 سالگی و شکرانه رو جشن کردیم و هر زبانمون باید شوم. تبریک میگم. تشکر. بهترین تمنیات مبارک باشد. سرت سبز و رخت زیبا، وجودت بی‌بلا بادا، الهو هر کجا باشی نگهبانت خدا بادا. حالا السلام علیکم مهمانان عالی‌قدر، اجازت فرمایید من از نام خودم و از نام اهل عائله رحمان‌الله این شکرانه جان را با این جشن مولودشان تبریک گفته به این کس عمری دراز و رزق و فراز و سلامتی های بی‌نظیر را انتظارم. شکرانه جان زادروزتان مبارک باشد. مادر گفتا شکرانه دخترکم کلام شد، برای بوچینی خانه به من یاری رسام شد. خانه ها را برویم دیگ و طبق بشویم، به مهمانان با تعظیم خوش آمدید نگویم. مادرم روی بیستم زندگی را آسان نوشتم، نرسلی بالینی فرزن خوشتیزیشتن و خوشتیزیشتن. آفرین.
شما زیبا جانم جانی من نوگوری بستانی من رقص زیبا میکنم دختر دوانی زیبا جانم خوش آواز ترانه کردی هانم شنیده آوازش را بلبل خیران میکنم شنیده آوازش را بلبل خیران میکنم. بینندگان عزیز، حالا نمین کلچخنده که شما میبینید ما شمهایش را گیران میکنیم چون رمزی زادروزی است و کامی شکرانه جان را شیرین میکنیم تا در آینده یک زندگی و نورسی های شیرین و گوارای داشته باشند. شکرانه بانو 100 سال بیزی 101 سال بیزی خندیده و بالیده و خوشحال بیزی مولودی تو امروز به عالم تبریک خوشحال به 100 سال و چو این سال بیزی زادروز خواهم با تو تاج و تخت و دولتی و خواهم که همیشه سر بلند و شاد باشی با وقتی من همیشه زی غصه آزاد باشی خواهم که با تو باشم دوستانی تو همیشه خواهم نبیند آزار اینجوری تو همیشه خواهم که خنده باشد همیشه همراهی خواهم که گل بیروید همیشه در راهی عزیز روزی تولدت مبارک مولود سعیدی جشنی زاد روزت مبارک دوستی عزیز روزی تولدت مبارک مولود سعیدی جشنی زاد روزت مبارک نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک گل دختر زیبا یاردمچی مادر باشند. شکرانه جان زادروزی نکو مبارک باشد فقط باشد تبسم در لبانت الها درد نبیند جسم و جانت رسد 100 سال عمرت در بهاران امید و آرزو بینی تو خندان زادروز مبارک باشد. رحمت بیننده های عزیز، حالا ما وارد می شویم به اتاق شکرانه جان که آنجا یک دنیای زیبایی کودکانه را دارند و حالا با بازی های زیبایی کودکانه مشغول می شوند و ما یک لحظه خاطرمان کودکیشان را ثبت خواهیم کرد. شکرانه جان، شکرانه من نگاه نکنی؟ شکرانه جان، میداند پدرتان چی تمنیات دارند؟ میگویم که شکرانه از بخت خندانت بینم چون لعل رخشانت بینم در هر بهاری عمر خود دائم گل افشانت بینم زادروز مبارک باشد. با وقتی من همیشه زی غصه آزاد باشی خواهم که با تو باشم دوستانی تو همیشه خواهم نبیند آزار اینجوری مبارک مبارک روزی تولدی تو سرودی من چو تو و روزی مولودی تو
سعیدی جشنی زاد روزت مبارک ای دوستی عزیز روزی تولدت مبارک مولودی سعیدی جشنی زاد روزت مبارک بیننده های عزیز، اینک ما در خاندان گلدختر زیبای این خانواده شکرانه جان جمع آمده ایم. اینجا مهمانان، خویش و تباران، پیوندان و نزدیکان حضور دارند و هر یک تمنیات دارند، گفتنی دارند و حالا ما یکی از تمنیات مادر مهربان را برای شکرانه جان قبول میکنیم. محمد مادر عزیز، الهی آمین. مبارک باد امر خیر، مبارک باد زادروز شکرانه بانو، مبارک باد تن صحت و خاطر جمع یکدیگر، مبارک باد بیوی جانش صحت سلامت نقش شده خستگیش، مبارک باد ماه شریف رمضان. خدایا خداوندا هم ماتان تناتان خدا بیدرد کند، بیرنج کند، بیغم کند. پروردگار 18,000 عالم به سال و ماه بی نقصان رساند تا سال آینده، تا ماه شریف آینده هم ماتان خدا توگر نگاه دارد، زیاد شویتان و کم نشویتان. این بچه بایم خدا عمر دراز کرد، رزق فراخ کرد، بچه که به خاصیت شود الهی پیش و پشت آرچی داده شد. الله اکبر. شما دیدم امروز به طفیلی زادروزی همین نبیری عزیز ما شکرانه من یار دوستا خیش تبارو جمع شدن که این کودکی بیگناه رو تبریک کنند. هزار رحمت برای جشن گرفتنی من شکرانه بگذار 100 ساله شود و بعد از اون پیر شود. من در آخر همه شما خیر مقدم گفته و همه شما برای قدم های زیبایتون خوش آمدید میگویم و با زبان شاعر گفتنیم که همه شکرانه با همین نامبرداری بابای بزرگوار خیش تبارا در گوشه که زندگی نکنه همه وقت سربلند و خوش خانه آباد و تمام خوشی های زندگی رو برای بیان میکنم. باز یک بار دیگه تبریک. چه خوش است که امروز یک سالگی بهاری عمرتان را تبریک و تهنیت میگویند. باز هم پدرتان سرباز، مادرتان دادرای و کل پیوندان و نزدیکان خویش و تباران صمیمانه تبریک گفته به شکرانه جان نصیب و سلامتی، عمری دراز بی خزان، طالع بلند و خوشی های رنگینی کودکی را آرزو نموده چنین میگویند: شکرانه جان، 1 سالگی تو را بدیدیم شاد باش، 100 سالگی تو را ببینیم ای کاش. 100 سال بیزی، 101 سال بیزی، خندیده و بالیده و خوشحال بیزی. مولودی تو امروز به عالم تبریک، خوشحال به 100 سال و چو امسال بیزی. زادروز مبارک باشد. شکرانه جان، جمله مولودت مبارک، همان رخسار خوشنودت مبارک. تمام خانواده بر تو گویند شکرانه جان، روزی زادروزت مبارک. شکرانه جان، تو گلی شکفته رویی، همه گل فیشان بیمانی. تو بهاری بی خزانی، همه بی خزان بیمانی. همه دم کنیم دعایت که چنین زیبا بیمانی. زادروز مبارک باشد. اینک از نام پدر و مادر مهربانتان ترانه همچون ارمغان تقدیمتان می‌گردد، پذیرا باشد. میزگانه بناز میزند میچگان، مهران از این مهر میزند جولان. لبخندی برادرانه میسازد با خواهرکانی خود شهرت جان. لبخندی برادرانه میسازد با خواهرکانی خود شهرت جان. فرزند فرزند فرزند
گل میوه باغی مهر پیوند 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 دل بند و جگر بند و نظر بند عالم زینوای کودکان زیباست آدم به صفای طفلکان داراست عالم زینوای کودکان زیباست آدم به صفای طفلکان داراست در دامنی آرزو ارمان ها دنیا به مرادی کودکان دنیاست فرزند 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 گل میوه باغی مهر پیوند 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 دل بند و جگر بند و نظر بند همیشه سبزی میراسی سرشار محبت و ثمر بادا راه و روش و امید فرزندان طبع دل مادر و پدر بادا راه و روش و امید فرزندان طبع دل مادر و پدر بادا فرزند 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 گل میوه باغی مهر پیوند 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 دل بند و جگر بند و نظر بند فرزند 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 گل میوه باغی مهر پیوند 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 دل بند و جگر بند و نظر بند کند خورشیدی بختت نورفشانی با کام دل بیرست در زندگانی چو پیوندان بگفتند با مهربانی امیدمان هستی شاداب بیمانی زادروز مبارک باشد گویان باز هم نسیم و شکرانه جان را با بهار یک سالگی عمرشان تبریک و تهنیت میگویند بابایتان سلیم بای بیبیتان مقدس عمکایتان سینا سیمباد عمه‌تان پیمانه پیوندانتان شمیمه سیاوش صفیه امید جان خاصه اهل عائله نسیموفا صمیمانه شاد باش گفته برایتان در مد اول سلامتی عمری دراز تنی صحت و تمام خوشی های بیغش و رنگین کودکی را آرزو نموده چنین میگویند شکرانه جان گلی سه برگه پایندازی پاید همه خوشی های دنیا برایت بخواهیم بر تو عمری سعدیانه بخواهیم جان و دل را شادیانه زادروز مبارک باشد تو را حسن نکو و دلنشین باد خوشی و نیکروزی ها قرین باد زی خلبت غصه و غم دور گردد حیاتت مثل نامت جاویدان باد زادروز مبارک باشد شکرانه جان مه و آسمان باشد رهنمایت زمین و آسمان گویم ثنایت همیشه گل بریزد زیری پایت کلیدی عمر باشد در کشایت زادروز مبارک باشد اینک بازم ترانه دلنشین چون ارمغان زادروزی منظورتان میگردد پذیرا باشد شکرانه جان شما را نازنین گویم خطا نیست به دنیا بهترین گویم خطا نیست با باقی حسن و لبهای ترت را چو برگ یاسمین گویم خطا نیست با چنین بیت تبریکاتی شکرانه نسیم و شما را تبریک و تهنیت میگویند با بهار یک سالگی عمرتان بابایتان آتقل بیبیتان مولوده خاله‌هایتان مسلمه مهینه فریده پیوندانتان شهنازه اسلم جان مهران جان نازیه یاسمن امیده بابا جان خاصه اهل عائله رحمانوفا صمیمانه و صدقاً شاد باش میگویند برایتان بهترین خوشی های عالم را آرزو نموده چنین گفتند
شکرانه جان شما را با فرارسی روز زادروزتان با بهاری یک سالگی عمرتان صمیمانه تبریک میگوییم. برایتان قبل از همه عمری دراز بی خزان، طالع بلند و خوشی های رنگین کودکی را آرزو داریم. بگذار همیشه خندان و زیبا و سعادتمند و نیرومند باشد. زادروزتان مبارک باشد. نگهبانت خدا باشد، پناهت مصطفی باشد، حبیبت جلد قرآن و حیاتت با صفا باشد. زادروزی نکو مبارک باشد. ای چشمه عشق ما خروشان باشی، ای ماه محبت ما درخشان باشی. در روز تولدت دعای داریم، ای باغ سعادتم گل افشان باشی. زادروز مبارک باشد. شکرانه جان مهربان، شما پیوندی مایان، امروز 1 ساله شدید، الها 100 ساله باشد. اهل پیوندانتان در گردتان باشند مدام، شادی هاتان افزاید، تنتان صحت باشد. شکرانه جان جانان، زادروزتان مبارک. شما عزیزی مایان، پیوندی خونی از جان. زادروز مبارک باشد. تمنا میکنیم با قلبی سرشار، شما را باد عمری خوش مددگار. الها مثل ماه تابنده باشی، چو غنچه با لبی پرخنده باشی. همیشه ما دعاگوی تو هستیم که در عالم کسی ارزنده باشی. زادروز مبارک باشد. اینک باز هم ترانه نوبتی چون ارمغان زادروزی تقدیمتان میگردد، پذیرا باشد. سرسبز و بدن سلامت و چهره به نور، اقبال به کف به سینه شادی و سرور. یاران به کنار و زادروزت خوش روز، ای بار خدا چشمی بد از روی تو دور. بینندگان عزیز، صاحب جشنان گرامی، باری دیگر زادروزی نکو برای همه شما عزیزان مبارک باشد. تمنای آن را میکنیم که در فضای کاشانه های شما پیوسته شادی باشد، سرور باشد، نور الهی و فیض و برکت حکم فرما باشد. خدایا در این روزی نکو، در این ماه شریف رمضان، نیکوترین سرنوشت ها، پرنورترین زیارت ها، خالصترین نیت ها، صالحترین عمل ها، مقبولترین عبادت ها را برای شما عزیزان مقدر بفرماید. چون رمضان ماهی که به کارهای خیر، ثوابها بسیار نوشته می شود. خواب روزدار عبادت است، خاموشیش تسبیح، دعایش مقبول، گناههایش عفو شدند. پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند برای کسی که سخن خوب دارد و به مردم طعام می دهد و روزه را دوام می دهد و به شب نماز می خواند در حالی که مردم خوابند، گفتند بزرگان نماز نصف راه است، روزه در ملیک است، صدقه نزد ملیک است. روزه یکی از بزرگترین واسطه پرهیزگاری به سوی خدا است. روزه وسیله شکر نعمت در گرسنگی، تشنه و جیما، آگاهی از حال کمبغلان است. روزه این سبب از دور شدن از محارم خداوند است. روزه این نائل شدن به رحمت خداوند یکه و یگانه است. آرزو میکنیم هر لحظه این ماه شریف رمضان برایتان خوشی، شادی و نشاط و لحظه های پرفیض و پربرکت را هدیه بکند. با امید خوش و روزگاری آباد و آسوده شما بینندگان عزیز، اینجا می رسیم به پایان برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو. با شما بودیم راوی برنامه من دلافروز حفیظ، تنظیمگر اسماعیل جان خالف. سلامت و سربلند باشد. زاد روزت مبارک.